رادیو پیک. سلام، روزتون بخیر. با دومین برنامه از رادیو پیک در خدمتتون هستیم. خیلی هم خوشحالیم. یکی از دوستان لطف کردن و یه وایس برامون فرستادن و پیشاپیش نوروز رو به هممون تبریک گفتن. بدون شرح بشنویم. دعای تحویل سال 1396 یا ابوالحسن روحانی، یا مخرب التحریم والارض والدلار، یا مدبر دولت و تدبیر الامید واهی، یا مسبب و کلید در داخل قفل خراب، یا مخالف الدین و الرفاه، یا پس کیلوی 50,000، یا گوشت خر کیلوی 30,000. حول حالنا الی ضد حال، سبد کالا هم که به ما نداد، زهر ما شد عید و بهار. Let's go. آقا کفم برید وقتی فهمیدم 2500 واحد مسکونی، اونم فاقد مالکیت، به آخوندهای مفخور واگذار شده. 7500 واحد دیگه هم به زودی واگذار میشه. فاقد مالکیت یعنی مالک نداره؟ پس کی ساخته؟ روی زمین کی بوده؟ با پول کی ساخته شده؟ خودش خود به خود همینجوری رشد کرده اومده شده خونه، بعد یتیم مونده و مالک نداره؟ یعنی عدالت ولاییتون از پهنا تو حلقم. اون سفر خارج رفتن تو حلقم، اون پایین شهر رو ندیدن تو حلقم، رو همه چی چشم بستن تو حلقم. نه خیلی قربان، اینا همشون مالک داشته، شما بدون مالکش کردین، ملت رو در به در آواره کردین، حالا هم آخونداتون رو دارین آوار میکنین رو مال مردم. تقسیم کار خوبیه، ملت 24 ساعته کار میکنن، باید برن کلیه‌شون رو بفروشن و این آخوندا میخورن و میخوابن، بعد یه خونه هم تحویل میگیرن. حالا از همه اینا گذشته، آخوندی که بابت یه روزه یه ساعته 500,000 تومان میگیره نمیتونه واسه خودش خونه تهیه کنه؟ شما باید خونه مفتی مال مردم رو بهش بدین؟ یعنی هیچ کس دیگه نیاز به این خونه ها نداره؟ ملت برن تو گور و قبرستون بخوابن، این آخوندا برن تو خونه های مفتی فاقد مالکیت؟ اینجاست که باید گفت طرف حیا رو خورده، شرف و قی کرده. سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل احکام نرون دارد و احکام شما نه. خب الحمدلله خادمان و منتخبین مردم در شورای شهر تهران کلی عرق ریختن و نشست و برخاست کردن و النهایه با درایت و تدبیر یکی از مشکلات بنیادین تهران رو رفع کردن. ادعاش ببخشید مشکل چی بود؟ کارتون خوابا؟ نه گور خوابا؟ نه آلودگی هوا؟ نه آقا جون، نه، مشکل اسم خیابون تهران پارس بود که گذاشتن حجر ابن عدی که قرار اسم فلکه هاشم بشه سجادیه و قمر بنی هاشم. به این میگن تحقق کامل مدیریت شهری اسلامی. یعنی فکر کردن که اسم خیابون رو عوض کنن شهر اسلامی میشه. میگم خفه رمضای حجت الفصیل خفه ارتجا عبای میدین انگلیس حاصلش شده آخونده آیت الخبیث. حالا اینا خوبه، اتوبانا رو نگاه، از شیخ فضلالله بگیر میری تو اشرفی اصفهانی، بعد پل یادگار امام، یادگار پل امام، امام رو پل رو امام، همینجوری بگی برو جلو. یعنی با همین اتوبانا شما راحت میتونی یه حوزه علمیه را بندازی. آقا داداش عمو چی بهت بگم، شهر ما رو نخورید نجوید بابا، خیابون دیگه، خیابون که دیگه عمامه گذاری نداره قربونت برم. از اول انقلاب تا حالا هرچی ملا وجوده بالا اومدن همه وای قل هو الله
واسه ما شدن یه آیت الله، واسه ما شدن یه آیت الله. آخه شطور سواری دلا دلا شده کار یه مش آخوند و ملا، وقتش که رسید به دست ملت تنشون میره زیر گل ایشالله، تنشون میره زیر گل ایشالله ایشالله. خب اینم از برنامه امروز. شب پنجشنبه خوبی داشته باشید. پیک شادی امشب رو فراموش نکنید. ما در اینستاگرام، یوتیوب، توییتر و تلگرام و همه این شبکه‌های زاله منتظر شما و نظراتتون هستیم. رادیو پیک.